نام خدا. درود بر روان پاک شهیدان شاهد زمانه ها از اول تاریخ تا الان، اخصاً شهدای مظلوم جامعه هزاره که توسط عبدالرحمن جابر و عمال جنایتکارش به شهادت رسیدند و امروز حدوداً 130 سالیان نسل کشی آن عزیزان را برگزار کردیم. سلام و سپاس و سلامتی ارزانی شما عزیزان حاضر در مجلس. من در قدم اول از دوستانی که این جلسه را برگزار کردن تشکر میکنم و اظهار سپاس و قدردانی. صحبتی که من دارم اونجا به صورت مقدمه یا یک جمله معترضه، یک مسئله اول من خدمت دوستا تذکر بدم. که وقتی که من میمدم این 2-3 روز قبل از این، یک تن از دوستان گفتن که امی 25 سپتامبر در واقع درست نیست، نسل کشی و قتل عام هزاره ها و تاریخ 20 سپتامبر است. من دلایل خدا برایشان گفتم و حالا دیگه من خدمت شما تذکر میدم که خب نه تاریخ 20 و نه 25 اگزکت هم تاریخ نسل کشی جامعه هزاره نیست، به خاطر که جنگ از 1888 شروع شد، آهسته آهسته اوج گرفت، در 1893 در اوج خود رسید که منجر به سقوط ارزگان شد. باز دوباره دیگه مقاومت های پراگنده در سراسر هزارستان جریان داشت تا سال 1895 که به انقیاد کامل هزاره ها انجامید. خب در جای جای هزارستان این نسل کشی و این جنایت صورت گرفته. اگر ما فتح ارزگان محور قرار بدیم، خب فتح ارزگان عبدالقدوس خان از یک سو، کرنیل فرهاد و شیر محمد خان و از طرف دیگه و سپهسالار غلام حیدرخان از هر جانب، یعنی از 5 طرف حمله را شروع کرده بودن. اینا پیشروی داشتن. در جریان جنگ و خونریزی عبدالقدوس خان مریض شد، ایرا برگشتن در کابل و کرنیل فرهاد خان باش آمد با شیر محمد خان که سرپرستی لشکر عبدالقدوس را گرفته بود، اینا یک جای شدن در جنوب داژابان، باز آمدن حمله کردن در ارزگان و تاریخ 3 ربیع الاول 1311 ارزگان فتح کردن که 3 ربیع الاول 1311 مطابق با 14 سپتامبر میشه، یعنی نه 20 میشه و نه 25. بعدم فرداش که 4 ربیع الاول میشه، غلام حیدرخان داخل میشه که 20 توپ شادیانه فایت میکنه و فتح کامل ارزگان اعلان میکنه. خوب بیام 4 ربیع الاول است که مطابق 15 سپتامبر میشه. خوب دوستا تصمیم گرفتن چندین سال قبل و امیر 25 جا انداختن. اگرچه تشویش او برادرم جا داشت به خاطر که فردا
چی بخواهی چی نخواهی جامعه ما، جوانان ما، نخبگان ما موفق میشه این روز در تقویم هزارات جاسازی کنن. و حالا وقتی که یک تاریخ مشخص و اگزکت نباشد این خودش یک ممکن جنجال باشه. بر صورت یک مقدمه بود و صحبتی که من امروز داشتم سال گذشتم در چندین نهاد فرهنگی و دانشجویی در سیدنی با همین مناسبت برنامه را در دانشگاه غرب سیدنی راه انداخته بودند. واقعا برنامه وزین و سنگینی بود و شخصیت‌های استرالیایی اساتید دانشگاه اینا آمده بودن. از این جمله در بین اونها یک خانم بود که برای که معاون حقوق بشر بود و در ضمن کارشناس ژنوساید نیز بود. و به ادامه همون صحبتایی که ما دارم میخوایم امروز دقایق خدمت شما در اون رابطه صحبت کنم. اما تو صحبتی که من خدمت شما میخوایم بکنم در رابطه با ژنوساید، چون اگرچه برای من دوستا اجندا تعیین کرده بود که در این مورد صحبت کنم، اما خوب مورد نداشت به خاطر که آدم باید مناسبتی صحبت کنه. صحبت ما در رابطه با ژنوساید است و من تصمیم دارم که اول امین در پرتو قطعنامه 861 مورخ دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل مخصوصا ماده دوم و سوم و چهارم و ششمش بحث کنم، در این باره روشنی بندازم و بعدا استیپ بای استیپ ثابت کنم که تمام اعمال جنایی عبدالرحمن علیه السلام نه تنها قتل نفس، نه تنها جنایت جنگی که مصداق عینی ژنوساید و نسل کشی میشه. در ماده دوم قطعنامه 861 ژنوساید تعریف کردن، میگه مفهوم ژنوساید یکی از اعمال مشروع زیر است که به نیت نابودی تمام یا قسمت از گروه ملی، گروه قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد که البته بر علیه هزارها بخش گروه ملی را شامل نمیشه اما گروه قومی، نژادی و مذهبی را شامل میشه. و مفاد این ماده یک قتل اعضای گروه که عبدالرحمن نه تنها اعضای گروه که بیشتر از نصف نیروی انسانی جامعه هزاره را نابود کرد. دوم صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه. خب وقتی که یک جامعه بیشتر از نصف از نیروی انسانی خود از دست بده، بقیت السیف هزاره ها از نگاه جسمی و روحی در چه وضعیت خود قرار داشته باشه؟ مگر شامل این مفاد نمیشه؟ ماده دوم. سه قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگانی نامناسب که منجر به زوال و نابودی قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود. زمانی که عبدالرحمن هزاره ها را میکشت سرش میبرید به خاطر که آمار بده. تنها در یک مورد 70 قاطر بار سر هزاره ها را در قندار برد. خب اجساد از یا میمون، اجازه هم کس نداشت که اینا را دفن کنه. خب مرض وبا بیداد میکرد از یک سو، گرسنگی از طرف دیگه. این در معرض نابودی و زندگانی نامناسب قرار دادن هزاره ها. چهارم اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد. باز من در بخش بعدی صحبتم اسناد و مدارک را میکنم که
عبدالرحمن زمانی که مرداره کشت، بر علاوه که امی جریان تولد و تناسل به هم زد، حتی اسیرای هزاره را وقتی که چندین خانواده را به اسارت گرفت و در بازار برده فروشا به فروش رسان، زن به یک خانواده مفروخت، مرد به خانواده دیگر، طفل به خانواده دیگر. بنام تمام این ماده دوم و مفادش جنایات عبدالرحمن شامل میشه، یعنی مصداق عینی ژنوساید به شمار میره که من به صورت مختصر و نمونه چندین تا از اسناد و مدارک تاریخی را که من از منابع خارجی ترجمه کردم خدمت شما میخوانم که با تمام این ماده دوم و مفاداتش مطابقت دارم. در سایت ترایبل انالایزر سنتر یک نوشته تحقیقی در رابطه با هزاره ها نوشته کردن که در اینجا قصد عبدالرحمن نشان میده که تصمیم داشت که همه هزاره ها را نابود کنه. امی ترجمهش ایست میگه که شما برای کشتن و نابود کردن قوم هزاره بیشترین تلاشتان را آنچنان به خرج دهید تا دیگر هیچ یاد از آنان در داخل مرزهای افغانستان باقی نماند. حتی آنانی که به قدرت من تسلیم شوند باید خل سلا شده و بر طبق آن مجازات شوند. به یاد دارید که در کشتن و نابود کردن هیچ یک از کسانی که شورش کردند دریغ نکنید. بسیار صراحت دارد و در ادامه نوشته تحقیقی میگه که همونطور که قبلا توسط امیر عبدالرحمن وعده داده شده بود برای پشتونهایی که عبدالرحمن در این جنگ همراهی کرده که همه هزاره ها را به بردگی بگیرید، اموال آنها را به عنوان غنیمت جنگی تصرف کنید و فقط از 1/10 فروشش برای ما مالیات بدید و از 1/5 درآمد زمینش شما برای دولت مالیات بدید. دیگر آزاد هستید، سر هزاره ها از من، مال و ناموس و ملکشان از شما. و به می خاطر بود که تنها در یک مورد